خیرت خب باشه بهتر که تو دروازه رو تک تک میکنی. از خیرت گذشته دخترت گل به او داده. چی؟ دختر ما؟ دخترت سر دیوال خانه ما بالا شده و پایان شده و سر بچه ما تجاوز کرده. سر بچه ما دستم تفقه. او برادر تو چی میگی؟ تو با فکر سیانه دختر ما تا امروز نوک چادر دختر ما را کس ندیده. از دروازه کوچه پایش نبرآمده. تو چطوری تو گپ میزنی؟ خجالت بکش زره. تو خجالت بکش. دخترت خجالت بکشه که سر بچه ما دستم. گردن زن بزدل. چیه بزدل میگی؟ نام ما بزدل نیست. مرا شیردل میگن. شیردل. حیف نامه که سر تو شیردل ماندن. تو روبادل. تو سر دختر ما تومت میکنی؟ تا امروز نام سگ ما دی کوچه کس نگرفته. تو خجالت نمیکشی که کپار بر ما میزنی؟ من چرا خجالت بکشم؟ تو خجالت بکش. دخترت خجالت بکشه که سر بچه ما دستن داخته و آبرویش ریختانده. سرش تجاوز کرده. هنوز من میگی تو خجالت بکش. تا امروز نام سگ ما کس دی کوچه نگرفته. اگر خونم در جوش آمد با زندگی سرت آرام است. الان کاکا جان سفید شو. خیرت جنگ نکن. چپ من شیردل میگن شیردل. اگه یک دفعه کاسه سرم چپه شد کاسه سرت چپه میکنم. دینی تبه خلاص موشوالی بازغال خود پالیدی. چپ باش آدم موزی و سدخور و کنت کوچگی ها معلوم هستی. اگه مرد هستی برو در میدانی که ما تو زور بزنیم. برو دستت خلاص. آقا جان جنگ نکن که نابد نره. پاشی تو بچه بیا وان مکدید گفت میزنم. برو آدم میدانی وقتید معلوم میکنم. لالکو جایجا هره تا پالان دیو بیاریش که میدانی فامیدی؟ برو بکشش میگم برو رخصت ببره. تماش از کجاش میگی؟ دیگه چاپاکا دیا چیزا میدن. اینه تو. کارش جلال باید تو با مافیا میره. شریک تو اینه تو کشتشه.
بس از دیگه خجالت بکشین. کلان آدم ها شر نداریم که جنگ نکنیم. آخر برادر یک دیگر هستیم. هی چقدر بد که برادر با برادر جنگ کنه. هر گپی که بینتان باشه از موی سفیدایتان مشوره بگیرید. موی سفیدایتان مشوره میتن. باز یک لایل پیدا خواهد شد. تا جایی که من خبر شدم اقدر گپ کلانو با این نبود که شما این کشت خونه برا پرتین. آخر برادر یک دیگر هستید. بیاین یک دیگه تانه در بغل بگیرید. آشتی کنین. رای نیک مردا را به پیش بگیرین. گذشت داشته باشین. گذشت خصلت مرداست. بگیرین آشتی کنین. Yaşa